سلام به همه دوستان خوش‌ذوق من. خوش اومدید به کانال من. نفیسه هستم. قراره با هم بافتنی رو از پایه یاد بگیریم. اگه تا حالا قلاب دست نگرفتی، نگران نباش. با همین آموزش ساده میتونی اولین زنجیره و پایه‌های قشنگ رو ببافی. امروز با هم یاد میگیریم چطور زنجیره بزنیم، بعد پایه کوتاه و پایه بلند رو تمرین میکنیم. قلاب و نخت رو آماده کن، بریم که شروع کنیم. اول از همه یاد میگیریم زنجیره بزنیم. زنجیره مثل پایه اصلی بافته. همه چی از اینجا شروع میشه. حالا میریم سراغ زنجیره زدن. ما از نخ اکریل بافت استفاده کردیم. برای شروع کار و برای مبتدی‌ها همین نخ اوکیه. بعد قلاب شماره 1.5 مارک تولیپ هست. اینم قلابی که مناسب این نخ هست. برای شروع کار ما یک گره روی نخمون میندازیم به این شکل. قلاب سمت راست، اون قسمت اضافه نخ دور دست پیچیده میشه به این شکل. قلاب از زیر وارد این دایره میشه و از نخ روبرو یه دونه از داخل دایره کشیده میشه بیرون. مجدد ببینید. الان یه دونه نخ روی قلابمون داریم. پس میایم یه نخ از رو میگیریم، دور قلاب تاب میدیم و از داخل این دایره بیرون میکشیم. ببینید مجدد. یه نخ از داخل این دایره روی قلاب بیرون کشیده میشه. این قسمت رو ببینید که این دایره رو داشتیم. این نخ رو از داخل این وارد میکنیم که حالت یک گره بیفته و کار رو سفت میکنیم. خب اینو حواسمون باشه که داشته باشیم از روی قلاب در نره. پس دوباره مجدد زنجیره زدن رو ادامه میدیم. ببینید به این شکل میایم نخ روی دایره‌ای که روی قلاب داریم یه نخ میگیریم و از داخلش رد میکنیم. ادامه دادن این کار میشه زنجیره زدن به این شکل. حالا ما میخوایم دو سر زنجیره رو به هم وصل کنیم تا بتونیم با هم پایه بعدی یعنی پایه کوتاه رو بزنیم. خب میایم این نخی که روی قلاب داریم رو از اولین زنجیره‌ای که زدیم رد میکنیم. یه دونه نخ از رو میگیریم و از توی این زنجیره اول میکشیم بیرون. از توی زنجیره‌ای هم که روی قلاب داشتیم بیرون میکشیم. یک حالت گرد درست شد. یه بار دیگه اینو میگم. به این کار بست زدن یا شلال گفته میشه. میایم نخی که روی قلاب داریم که نگهش میداریم. از اولین زنجیره‌ای که زدیم قلابمون رو رد میکنیم. یه نخ میکشیم بیرون. همون نخ رو از دایره‌ای که روی قلاب داشتیم هم رد میکنیم. یک حالت گردی به ما میده. یک دایره. خب حالا میریم سراغ پایه کوتاه. پایه کوتاه یکی از پرکاربردترین مدل است. برای شال و کیف و کلاه و خیلی چیزای دیگه، حتی کفش میتونید ازش استفاده کنید. پس چیکار میکنیم؟ نخی که روی قلاب داریم، خب میایم از توی این دایره میخوایم یه حالت گرد در بیاریم ببافیم. میایم یه دونه نخ، ببینید قلاب رو از داخل دایره رد میکنیم. یه نخ از زیر میگیریم میکشیم بیرون. الان 2 تا نخ روی قلاب داریم. حالا یه نخ دیگه از این قسمت میگیریم و از توی این 2 تا نخ رد میکنیم. پایه کوتاه یعنی این. یک بار دیگه یه نخ روی قلاب داریم. قلاب رو وارد دایره میکنیم. یه نخ از پشت میگیریم به بیرون میکشیم. حالا 2 تا نخ داریم. مجدد یه نخ میگیریم از این 2 تا رد میکنیم. این هم پایه کوتاه. و در آخر میریم سراغ پایه بلند. تفاوتش با پایه کوتاه فقط تو تعداد پیچ‌ها و ارتفاع بافته. ببینید دوستان، اگه این 3 تا کار اصولی رو یاد بگیرین، یکی
زنجیره، پایه کوتاه و پایه بلند. تقریبا همه بافتنی رو یاد گرفتید. بقیه چیزها تزیینات بافته، ولی اصول بافت یعنی همین 3 قلم. خب میریم پایه بلند. ما یه دونه روی قلابمون داریم. یه دونه دیگه هم پشت قلاب میندازیم که میشه 2 تا پایه. دوباره کاری که برای پایه کوتاه تکرار کردیم. با این 2 تا پایه وارد دایره میشیم. یه نخ دیگه میگیریم. به بیرون میکشیم. الان 3 تا داریم. باز یه نخ پشت قلاب میگیریم. 4 تا میشه. 4 تا رو این نخی که گرفتیم رو میایم از 2 تا از پایه ها رد میکنیم. یه دونه رو میذاریم. الان با اون نخی که روی قلاب داریم 2 تا و کاری که برای پایه کوتاه انجام میدادیم یه نخ دیگه میگیریم و این 2 تا رو یکی میکنیم. پایه بلند. ارتفاعش نسبت به پایه کوتاه بلندتره، تعداد پیچ‌هاش هم بیشتر بود. من یک بار دیگه تکرار میکنم. نخی که روی قلاب داریم یه دونه اضافه میکنیم، میبریم داخل دایره، یه نخ دیگه میگیریم، دست رو با هم به بیرون میکشیم. ارتفاع 3 تا پایه رو یکی کنید که کار و بافت تمیز داشته باشیم. مجدد یه نخ میگیریم، 2 تا از نخایی که روی قلاب داشتیم رو رد میکنیم، یه دونه میمونه، یه دونه هم کشیدیم بیرون، 2 تا. یه نخ دیگه میگیریم و اونم به بیرون میکشیم. ارتفاع 2 تا بافتن با هم یکیه. اگه دستتون رو سفت بگیرین پایه کوتاهتون همین پایین کوتاه و جمع میشه. سعی کنید وقتی که نخها رو بیرون میکشید پایه هاتون رو هم اندازه بگیرین. خب دوستان، امروز با هم یاد گرفتیم که چطور زنجیره پایه کوتاه و پایه بلند رو ببافیم. اگه تمرین کنید خیلی زود میتونید طرح‌های قشنگ ببافید. اگه از این آموزش خوشت اومد لطفاً ویدیومو لایک کن و کانالمو سابسکرایب کن تا آموزش بعدی بافتنی رو از دست ندی. مرسی که همراه من بودی.